راز محبوبیت و فروش بالای برند الگوی کیمونو به خاطر الگوی منحصر به فردی هست که در آستین کیمونو اجرا می‌کنند و به خصوص برای لباس‌های پاییزه و زمستانه بسیار مناسب هستند. من میخوام این الگو رو به شما آموزش بدم. پس تا پایان این ویدیو همراه من باشید و این ویدیو رو برای دوستانتون ارسال کنید. برای رسم این الگو کافیه که ما از الگوی اولیه که بدون پنس هست یا الگوهای رگالی یا الگوی فریسال یا برای سایزهای بزرگتر از الگوهایی که حجم پنس کم شده استفاده کنیم. همونطور که ملاحظه میکنید الگو رو به این صورت رولت کردیم. از ابتدای سرشونه، ابتدای گردن 6 الی 8 سانتی متر به سمت بالا علامت میزنیم که من معمولا 9 سانتی متر میگیرم و در ادامه به شما توضیح میدم که چرا این مقدار به سمت بالا میریم. از انتهای سرشونه 1 الی 1.5 سانتی متر به سمت بالا علامت میزنیم که در ادامه به شما توضیح میدم که چرا این مقدار به سمت بالا اومدیم. از نقطه 9.5 و نقطه 1.5 سانتی متر یک خط مستقیم به سمت پایین امتداد میدیم و قد آستین رو علامت میزنیم که قد آستین ما رو تشکیل بده. از انتهای سرشونه قد آستین رو علامت میزنیم. از انتهای حلقه آستین 6 الی 8 سانتی متر پایین اومده و علامت زدیم. اگر این اعداد بیشتر باشه هلال ما به سمت پایین میفته. مساوی با خط بالا یک خط به سمت پایین امتداد میدیم و مچ کار رو رسم میکنیم. برای اینکه در آخر آستین ما فرم کلی خودش رو به دست بیاره از ابتدای سرشونه به نقطه 1.5 سانت یک خط رسم میکنیم. اگر خواسته باشیم مچ ما اندازه خاصی داشته باشه از دو طرف مچ کم یا زیاد میکنیم. به عنوان مثال میخواییم مچ کارمون رو تنگ کنیم. از قسمت مچ از هر طرف 2 سانتی متر به سمت داخل علامت میزنیم. از این قسمت به زیر بغل یک خط امتداد میدیم و از این قسمت از انتهای سرشانه 4.5 سانتی متر علامت میزنیم و یک خط به نقطه 2.5 سانت امتداد میدیم. در آخر این الگوی اصلی آستین ما هستش و این قسمت ها دورریز هستن. و یک نکته مهمی که در اینجا باید رعایت کنیم این است که ما از زیر بغل تا خط نهایی آستین خط کشمون رو به صورت گونیا میگذاریم و در این قسمت 1/2 بازو به اضافه آزادی رو اندازه میزنیم. به عنوان مثال ما به این الگومون 6 سانتی متر آزادی دادیم، یعنی باید در قسمت بازو 3 سانتی متر آزادی بدیم. یا به عنوان مثال ما در این الگو 8 سانتی متر آزادی دادیم، در قسمت بازو باید 4 سانتی متر آزادی لحاظ کنیم. اگر این مقدار آزادی را نداشتیم باید چه کار کنیم؟ اینجاست که از مقدار 9 سانتی متر یک مقدار به سمت پایین علامت میزنیم که من 7 در نظر میگیرم. 7 را علامت میزنیم و از نقطه 7 سانتی متر و نقطه 1.5 سانتی متر یک خط به صورت مستقیم به سمت پایین امتداد میدیم به همین شکلی که میبینید. پس آستین ما به این شکل در میاد و یک مقدار آزادی به این قسمت ایجاد میشه. حالا به چه علت گفتم 6 الی 9 سانتی متر به سمت بالا میریم؟ بستگی به آزادی هست که برای بازو در این قسمت میخوایم ایجاد کنیم. الگویی که من کشیدم همونطور که میبینید در قسمت گودی کمر گودی مخصوص به خودش رو داره که شما امکان داره که از قسمت خط حلقه تا خط باسن یک خط صاف رو رسم کنید و یک پهلوی صاف داشته باشید. اما رسیدیم به قسمت حساس الگو. در این حالت از قسمت زیر بغل به ابتدای خط سرشونه‌مون یک خطی رو رسم می‌کنیم و از قسمت زیر بغل این خط رو قیچی می‌کنیم. خط سبزی که کشیدیم و قیچی کردیم به این صورت حالا عوضمان میدیم. به این صورت عوضمان میدیم 8 تا 9 سانتی متر. 8 تا 9 سانتی متر عوضمان میدیم. اگر خواستین عوضمان کمتری بدین معمولا 7 سانتی متر. برای سایزهای کوچیک 7 سانتی متر هم مشکلی پیش نمیاد. برای طبق تجربه 8 تا 9 سانتی متر برای این کار مناسبه. و این قسمت کار رو به صورت هلال طراحی میکنیم.
همونجور که ملاحظه میکنید طراحیش کردیم و به این صورت کار رو قیچی میکنیم. الگوی نهایی ما به این صورته که همونطور که ملاحظه میکنید متفاوت با الگوهای کیمینوه که تا الان رسم کردیم. این الگو متناسب برای فصل پاییز و زمستانه که در این الگو چروک بسیار کمه و یک آزادی متناسب و خوب به کار شما میده. به این صورت کارمون رو قیچی میکنیم و همینطور قسمت زیر بغل. خب الگوی جلو لباس ما به این ترتیب تشکیل شد. برای الگوی پشت هم میتونید این الگو رو رولت کنید و استفاده کنید، با این تفاوت که از قسمت مچ 2 سانتی متر بالا اومده و به همین حالت ادامه میدیم و 2 سانتی متر هم در قسمت سرشونه بالا اومده و علامت میزنیم. در قسمت گودی گردن در قسمت پیش 2 سانتی متر داشتیم که در قسمت پشت 3 سانتی متر علامت میزنیم و گودی گردنمون رو رسم میکنیم. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کنید و لذت ببرید. موفق و شاد باشید.